نغمه آیا به واقعیت وفات کرده است؟ نغمه یا شاپیره افغانستان در کدام کشور زندگی می کند؟ آیا به واقعیت نغمه از شوهر دومش هم جدا شده است؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ زندگی نغمه که اصلا قابل باور نیست. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه یا شاپیره افغانستان یکی از هنرمندان سرشناس افغانستان است و از سن نوجوانی علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت. هرچند نغمه در آن زمان در رادیو تلویزیونی ملی افغانستان بلدیت و آشنایی کامل نداشت، ولی با دوست و همکارش منگل توانست آهنگ‌های ثبت کند و این دوستی و همکاری بالاخره به ازدواج پیوست. نغمه و منگل ازدواج کردند و 4 فرزند داشتند. اما در سال 2006 بعد از آن که نغمه شهرت و محبوبیت خاص خودش را پیدا کرد، از منگل شوهرش جدا شد و راهی کشور امریکا شد. در کشور امریکا هم دوباره به کارهای هنریش ادامه داد. کنسرت‌های همه ساله برای دوستداران و طرفدارانش برگزار می‌کند. وی در آنجا عروسی کرد ولی از شوهر دومش فرزندی ندارد. نغمه یا شاپیره افغانستان این روزها عکس‌هایش در صفحات مجازی دست به دست شده است که گویا وی در امریکا بر اثر مریضی سرطان وفات کرده است. اما اینها دروغ می باشد. نغمه یا شاپیره افغانستان زنده است و زندگی خوش و آرامی را در کشور امریکا دارد، ولی به دلیل مشکلات خانوادگیش مدت دیری می شود دیگر آهنگ نسروده است که این کار نغمه باعث نقد شدید علاقمندان و دوستدارانش شده است. ولی من آرزوی صحت و سلامت، خوشبختی و سعادت برای نغمه یا شاپیره افغانستان آرزو دارم. دوستان نهایت عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای شما خوبان آرزو دارم. تا درود دیگر همتان را به الله منان سپرده. موفق و کامگار باشید.